خب دوستان گلم، فیلم 11 شد. من میروم به فیلم 12. بگیم من هستم در. یعنی چی؟ یعنی تمام اینجا که شما رفتید، حالا ما میخوایم در اونجاها باشیم. دقت کنید چیکار میکنیم. گفتید که من میرم به مدرسه. تکرار کنید. Ich fahre in die Schule. تکرار کنید. اگر در مدرسه باشید چی؟ Ich bin in der Schule. تکرار کنید. Wo bist du؟ من اینا رو عوض کنم. Wo bist du؟ Ich bin الاخر. خب wo bist du؟ بگید ich bin in der Schule. در مدرسه هم. تکرار کنید. Ich bin in der Schule. مرسی. wo bist du؟ بانک. بگید ich bin. دیگه اینجا میشه چی؟ auf der Bank. میشه auf der Bank. حواستون جمع باشه. wo bist du؟ ich bin auf der Bank. مرسی. تکرار کنید. wo bist du؟ بگید من در پارک هستم. ich bin. بگید چی گفتید؟ نشیدم. گفتید im Park. درست گفتید. Ich bin im Park. من در پارک هستم. درست گفتید. بگید بگید در سینما هستم. Ich bin. کجا هستید؟ im Kino. آها، پس شما در سینما هستید. Ich bin im Kino. خوبه. Ich bin im Kino. تکرار کنید. Ich bin im Kino. مرسی. خیلی عالیه. بگید من در بانهوف هستم. Ich bin. کجا هستید؟ bin. کجا؟ حرف اضافه‌اش چیه؟ حدس بزنید. آها، am Bahnhof. مرسی. آها، مقابل بانهوف هستید. vor dem Bahnhof. آها، دم بانهوف هستید. beim Bahnhof. همش درسته بچه ها. پس wo bist du؟ جواب بدید. ich bin beim Bahnhof. آها، دم بانهوفی. مقابل بانهوفی بگو ich bin vor. تکرار کن. vor dem Bahnhof. آها، لب همون دم یا بغل بانهوفی بگو am Bahnhof. خیلی خوبه. تکرار کنید. ich bin am Bahnhof. am Bahnhof من اکثرا میگم. من یه چیزی یادم رفته اونم براتون بگم. Ich gehe zum Kiosk. خدا کنه همش یادم بیفته بچه‌ها. این مکانایی که در طول روز در واقع نیاز دارید. خب بعد اینا رو بنده دارم به دو شکل هستم و به سمتش میرم دارم بهتون میگم. خب توالت. Ich bin auf. چی؟ بگید der Toilette. Ich bin auf der Toilette. خب کجا هستید؟ بگید ich bin auf der Toilette. بچه‌ها این هم میتونیم بگیم. وقتی بگید این، منظور کل اون فضایی که توش دستتون رو میشورید، بعد عرض کنم که چی رو براتون بگم، صورتتون رو میشورید، دستتون خوش، اونجا میشه این ده توالته. ولی اگه برید توی توالت و رو کاسه باشید، به یکی ازتون بپرسه کجا هستید، بگید ich bin in der Toilette، انگاری که تو کاسه توالت هستید دور از جون شما. اینا رو باید بهتون بگم، اینا رو بدونید. wo bist du؟ جواب بدید ich bin. بگید auf یعنی روی توالت. Ich bin auf der Toilette. مرسی. خب کیوسک. کجا میری؟ Ich gehe zum Kiosk. حالا کجا هستی؟ بگو دم کیوسکم. Ich bin چی؟ من نشیدم. Ich bin. گفتید beim Kiosk. درست گفتید. Ich bin beim Kiosk. Ich bin beim Kiosk. خیلی خوب گفتید. تکرار کنید. کجا هستید؟ بگو من تو پستم. Ich bin. بگید ich bin auf der Post. Ich bin auf der Post. مرسی. خوبه. بگید که من پیش معلمم هستم. بگید چی؟ Ich bin رفتم به پیشش میشه zu. Ich gehe zu meinem Lehrer. درسته؟ ولی پیشش بودم میشه ich bin bei meinem Lehrer. Ich bin bei meinem Lehrer. خب ich bin bei meinem Lehrer. خیلی عالی گفتید. خب تکرار کنید. بگید من میخوام به ایران برم. البته یاد گرفتیم. حالا بگید من در ایران هستم. Ich will in den Iran fliegen. حالا بگید در ایران هستم. Wo bist du موری؟ Ich bin. بگید im Iran. مرسی. بعد im بگید. sehr gut. حالا افغانستان هم نگفتیم اچاف نشه. Ich will nach Afghanistan fliegen. خب wo bist du؟ اینجا نیستن. خب wo bist du؟ wo gehst du hin؟ wo fliegst du hin؟ ich will nach Afghanistan fliegen. خب حالا کجا هستی؟ wo bist du؟ ich bin in Afghanistan.
بعد به مرد افغانی میگن افغانه، به زن افغانی میگن افغانین، به مرد ایرانی میگن ایغانر. ببین افغانستانی، مرد افغانستانی آخرش ار نگرفت ولی ایرانی گرفت. به زن ایرانی میگن ایغانین. خیلی خوب. ایران چرا اینجا اشتباه داد؟ آها عذر میخوام. ایغا نغین. بله ایغا نغین. خب یک گریزی زدیم به هر صورت. خب اینم از افغانستان. تکرار کنید. Ich will in die Türkei fliegen. حالا کجا هستی؟ بگو من در ترکیه هستم. Ich bin چی؟ نشنیدم. چی؟ این؟ آها der Türkei. مرسی. تکرار کنید. Ich bin in der Türkei. تکرار کنید. مرسی. Ich will nach Deutschland fliegen. حالا بگو من در آلمان هستم. چی؟ Ich bin in Deutschland. Sehr gut, sehr gut. خوبه. Ich bin in Deutschland. بگید من میخوام، من در هلند هستم. میخوام به هلند برم میشه این دی نیدرلندن. نیدرلنده. نیدرلنده. حالا میخواید بگید در هلند هستم میگید چی؟ Ich bin in چی؟ den نیدرلندن. بچه نپرسید چرا، فقط یاد بگیرید. من الان نمیتونم توضیح بدم چون داریم گرامر کار میکنیم. خب ich bin in den نیدرلندن. میخوای به آمریکا بری میشه in die USA. حالا بگو در آمریکا هستم. ich bin in چی؟ den USA. مرسی درست گفتید. ich bin in den USA. تکرار کنید. ich bin in den USA. sehr gut. بگو من در تخت خواب هستم. ich bin چی؟ im Bett. تکرار کنید. Ich bin im Bett. درست گفتید. خوبه. بگید من در بیمارستان هستم. Ich bin چی؟ im Spital. درست گفتید. Ich bin im Spital. تکرار کنید. Ich bin im Spital. Ich bin im Spital. خب میخواید به خونه برید. Ich möchte nach Hause fahren. اگه به خونه میخواید برید میشه ich möchte nach Hause fahren. اگه به خونه میخواید برگردید میشه ich möchte nach Hause zurückfahren. zurückkehren هم میگن. خب حالا بسته به مورد خب zurückkommen هم میشه دیگه. zurückgehen هم میشه. همش میشه برگشتن. منتها حالا zurückkehren میخوام برگردم خونه. خب مرسی. حالا اگه تو خونه باشید چی؟ ich bin بگید چی؟ zu Hause. مرسی. ich bin zu Hause. sehr gut, sehr gut. خب من پاکش کنم. Ich will zum یا in den Deutschkurs fahren. حالا فرضاً تو دویچ هستید. خب میگید چی؟ ich bin نه من پاک کنم. بگید ich bin در دویچ میشه چی؟ im Deutschkurs. Ich bin im Deutschkurs. خیلی خب من در دویچ در کلاس آلمانی هستم. حالا میخواید برید به خیابون. بذارید اسمی برای این خیابون بنویسیم. مثلا Großstraße. خیابان بزرگ مثلا. خب حالا اگه بخواید بگید در واقع آن خیابان هستم میگه چی؟ ich bin auf یا in چی؟ der Großstraße. مرسی. خیلی خوب. پس الان شما در این دو تا درس، در واقع درس 11 و 12 من میروم به و من هستم در رو یاد گرفتید. خب تا الان یه گریزی بزنیم چیا یاد گرفتیم. خیلی کوتاه. ضمیر فاعلی من هستم، من کی هستم، بودن، داشتن، گرسنه بودن، نمیدونم انواع خداحافظی، انواع سلام، گفتمان معرفی خود و آشنایی و کشور، زبان و خانواده و چطوری و ببخشید و جمله‌ای در مورد زندگی و معرفی دیگران و شغل و یه گروزی به درس داشتیم در درس هفتم. فعل مدال حالت پرسشیشو فکر کنم گفتم پرسشیشم اینا رو یاد گرفتیم. چند تا فعل فاقن، روخن، اسن، ترینکن رو یاد گرفتیم. بعد مدال پرسشی هم خب درست کار کردیم. وقت ندارم، میخوام بدم کتمو بشورن، میخوام بدم ماشینمو تعمیر کنن با لاسن اونم یاد گرفتیم. من میروم به و من هستم در اینا رو با هم یاد گرفتیم. تا اینجا شده 12 تا درس. در فیلم بعدی در خدمتون هستم تا ببینیم چه موضوع دیگه رو من خدمتتون معرفی کنم. چوس allerseits. چاو چاو.
Auf Wiederhören. Tschüss. Bis später. Bis